به همه دوستان گلم، امیدوارم حال دل همتون خوب باشه. من یوتیوب هستم، با یه ویدیو دیگه از هشخان اومدم خدمتتون. خب دوستان، خیلی مقدمه دیگه نمیچینم، میرم سراغ کار اصلی. میخوایم با همه ترکیبا یه دست تقریبا بازی کنیم و این کارتای جدیدی که داده رو امتحان کنیم. بازی تو این آپدیت داده. ببینید ترکیب دیوو چیدم با وایو. خب ترکیبو میبینید تو کانال هم ترکیبو گذاشتم. تغییر خاصی به این ترکیب نمیدیم و با همین ترکیب میریم. بازی اولمون رو از این سمت شروع میکنم، از وایو میایم برسیم به شکارچی. حالا تا هر جایی که دیدم ویدیو طولانی میشه قطع میکنم، ولی خب سعی میکنم که تا جایی که بتونم با همه فرمانده ها بازی کنم. خب بازی اول رو میریم به چه حریفی میخوریم. به کاهن میخوریم. خب حریف نفر اولیم، خیلی خوبه. خشم طوفان رو حذف میکنم. زفیروس رو میتونم نگه دارم، کارت خوبیه، ولی خب اینم حذف میکنم چون دیوسو و مابو دارم. بیشتر میخوام کارتایی که تو زمین میشه قرارداد رو نگه دارم. حریفمون 7000 تا بازی داره، 60% پیروزیشه و قدرت ارتش هم 6000 تا، تقریبا خوبه. حریف سختی حساب میشه برای ما. ببینیم که میتونیم از پس این حریف بر بیایم با این ترکیب جدید یا نه. خب من دیوسوی دومم هم میرم، هم دوست دارم کارت بکشم، هم دوست دارم بیشتر کارتامو باف کنم. مابو میرم اینجا به جای گابو. خب مابو باید هرچه سریعتر حذف کنم. آلبرت میاد. خب پریم تیمونو میده کارت جدیدمونو، ولی من لوایتا میرم الان اینجا. دوست دارم کارتای دیومو باف کنم. دوستان تو این دک من ایندرا هم آوردم. چرا؟ چون تعداد مینیونام، تعداد کارتایی که بازی میتونم کنم زیاده. اگه بافشون کنم تاثیر خیلی زیادی رو بازی میذاره. هومابو قطعا حذف میکنم همین اول تا نتونه روش واینامون بزنه، وگرنه دردسر بزرگی میشه برای ما. خب ببینیم حریفمون چمروش میاد و یکی از این دیوسوها رو میبره. من میتونم شبرو برم، هم میتونم بوشاسپ دیو برم. بوشاسپ دیو فعلا نیاز ندارم. پرینتی هم چون قدرت فرمانده‌مو نمیتونم استفاده کنم خیلی الان خوب نیست. نمی‌کنم 3-4 شده به خاطر لوایتون، ولی همچنان میتونم صبر کنم. شبرو رو میرم قطعا و چمروشش رو با لوایتون هم حذف میکنم و با دیوسو هم دیوسوش رو حذف میکنم. دیوسوی خودم البته برده اونور. درخش هم میتونستم بیام، ولی خب گفتم فعلا حتما شبرومو برم، کارت داشته باشم. کنترل میاد، خدای خود رحم کن. یعنی بدترین کارت ممکنه اومد. خب من بوشاسپیو میرم، درخش میرم و مجبورم با این کارتم حذف کنم دیگه. کرونوس چقدر بد! چرا آخه کرونوس؟ این همه کارت ریز دارم من تو دک. خوششانس هم از حریفمونا. بازم پریمتی رو نمیتونم برم، این کارت جدیده ما رو آرزو به دل گذاشته. دوست دارم بازیش کنم. ببینیم حریفمون چی کار میکنه. خب استوداتو دارم. خب 3-13 هم شده، خیلی خوبه. میتونم جایی که احساس خطر کنم ازش استفاده کنم. ببینیم حریفمون فکر نمیکرد کرونوسش رو حذف کنیم. خب بوشا میاد. من استوداتمو میرم چون بوشا رو نمیتونم در عرض کار خاصی انجام بدم روش. نوبت رو به حریف میدم. نوبت بعد میتونم از هم قدرت فرماندهم استفاده کنم، هم پریمتی، هم با گابو و مابو باز قوی ترش کنم. خیلی خوبه این. دیوسو میاد. خب به کارتکش من بیشتر نیاز داشتم چون کارتای من کمتر بود. خیلی خوب بود این دیوسویی که اومدش.
خب نوبتو میدو. خب من استروشت هم دارم خب، ولی پریمتی اینجا بهتره. خب کارت جدیدم هست، ما اصلا دلیل اینکه اومدیم بازی کنیم همین بود، کارتای جدید رو امتحان کنیم. خب پریمتی رو میرم، میبینید که عملم میکنه 5-6 شد. خب یه گابو مابو هم میرم 6-7ش میکنیم، خیلی خوبه. ببینیم حریفمون، دوست دارم بازی ها زودتر تمام شه، حالا که بتونیم بازی های بیشتری رو من براتون پوشش بدم. یعنی حریفم اگه زودتر بازی کنه خیلی خوبه. خب من اینجا میتونم نیهاک و خشم طوفان رو استفاده کنم و قطعا این کار رو انجام میدم. نیهاکامو میزنم، خشم طوفانم استفاده میکنم. جایی که میتونید به فرمانده حریف ضربه بزنید تعلل نکنید و ضربه‌ای که میتونید رو به حریف وارد کنید، چون بعدا ممکنه همچین موقعیتی پیش نیاد براتون. خب دوباره کنترل میاد، امیدوارم دوباره کرونوس نده بهش. آینه باران داد. بله. و خب کار حریفمون تمومه. چرا؟ چون من زفیروس دارم و 2 تا هم زفیروس داد بهم. خب میخوایم ولی کم حریف رو خوشحال کنیم. البته اینم برزین داد. خب ببینیم. خب همه کارتاش هم میخوام حذف کنم. خب بازی اول با پیروزی پشت سر گذاشتیم، بریم بازی بعدی با پشن. خب بریم بازی بعدی ببینیم با پشن چیکار میتونیم بکنیم. دوستان دک پشن هم بهتون نشون بدم. این دکیه که من باهاش البته تغییر دادم انشالله. من باهاش وین ریت یا درصد برد 90%، 93-4% و حتی بالاتر 95-6% رو با اکانت‌های جدیدم تو مثلا 2000 تا بازی، 1500-600 تا بازی کسب کردم. با این تفاوت که خب موقع کارت ضحاک نبود، به جای کارت ضحاک و این سنجاقک 2 تا گل جادوی قدیمی رو داشتم که انرژیشون 1 بود. بقیه دک دقیقاً همین بود. خب اینم دک پشنم که خیلی از دوستان می‌خواستن، میگفتن دک پشنتو بذار، چون خیلی منو با همین دک پشنم میشناسن. دک فوق‌العاده قویه. البته این 2 تا تغییری که ما دادیم ممکنه ضعیف‌ترش کرده باشه، چون مجبور شدیم گل جادو نرف شد، ضعیف شد، 2 تا شد انرژیش، دیگه نمیشه استفاده کرد تو این ترکیب. گل جادو یکی از ارکان مهم این ترکیب بود، چون جادو زیاد داشت، مثلا با نیمچا خیلی خوب میخورد و خوب جور بود. ولی الان نها کنید دیگه، سنجاقک و ضحاک گذاشتیم جاش، ببینیم که تا چه حد جواب میده. خب ضحاک که من میدونم جواب نمیده، ولی خب برای اینکه یک کارت جدیده و ما قراره امتحانشون کنیم گذاشتمش تو ترکیب. امیدوارم شما همه دوستانی که این ویدیو رو میبینن بتونن از این ترکیب خوب استفاده کنن. البته احضارم الان دیگه نباید بذارم طبیعتا. خب احضارم من حذف میکنم چون 4 شده انرژیش. این برای زمانی بود که انرژی 3 بود یا 2 بود. خب کارتکش هم اینجوری کم میارم من قطعا، به جاش یه دونه تجهیزاتچی میذارم. خب ترکیبمون الان میبینید نسبت به اون ترکیبی که من قبلا بازی میکردم تغییر کرد. الان تجهیزاتچی متاسفانه کارتکشا رو خیلی دیگه ضعیفشون کردن، احضار و اینا رو. خب با این ترکیب بریم ببینیم چه نتیجه میگیریم، ببینیم به چه فرماندهی میخوریم. بازی دومه. بازی بعدی رو با چه فرماندهی هست که باید بریم؟ شکارچی و یاتو و کاهن و جنگجو که هیچی، میمونه پهلوان رو باید برم، بعدش افسونگر رو باید برم. خب نفر دومیم خوب نیست، شکارچی هم هست جلومون. زامبی 2 این بازیکنم من فکر میکنم بشناسم، باش قبلا بازی کردم جلوش. 66% 2500 تا بازی. خب میبینید درصد بردش بالاه واقعا و قدرت هستش ولی کمه. از این معلومه که دک ریز میاد. خب من آلبرتم رو قطعا میرم روی سنجاقکش رو
ضعیفش کنم، کمتر به من ضربه بزنه، حتی اگه وسوسه گرم بیاد نتونه اونجوری که باید و شاید. خب وسوسه گرش هم میاد، 2 تا وسوسه گرم میاد. ببینید این کارت واقعا به نظر من باید ضعیف شه دوستان. کارت سنجاقک خیلی کارت آزاردهنده یه نسبت به انرژی یک، اصلا یه چیز فاجعه ایه. مگه مثلا همین الان که میبینید 10 تا ضربه خورد فرمانده من، خب جوری شکارچی شما اگه 10 تا ضربه بخورید کارتون یه جوری میشه گفت تمومه اصلا همون اول بازی. من دیوسومو میرم، میدونم نباید برم چون خریفم کارت نداره ولی مجبورم. یه دونم شیوا میرم و آلبرتشو با یک زخمم میزنم. خب ضحاکو به ما داده، خوبه کارتای جدید به ما میده میتونیم ازش استفاده کنیم. میگم کارت واقعا ضعیفیه. ببینید 6-5 با 7 تا انرژی، حالا مرگ تازه قابلیتش و این به نظر من اصلا جالب نیست. خب شلیک منور میاد و فکر کنم دیوسوی منو حذف کنه. خب شیوامو حذف میکنه. خب من آپپمو قطعا میرم. خب کارت خوبی داد به من. ببینیم با 5 تا انرژی حریفمون چی میاد. چراغ سایه میتونه بیاد، هایک میتونه بیاد، مرغ بهمن میاد و الوا. خب من با شنبادم باید مرغ بهمنشو بزنم، الوا رو میرم و با آپپم الواشو میزنم و با دیوسو هم فرماندهشو میزنم و شنبادو میرم برای اینکه مرغ بهمنشو حذف کنم. نوبت رو به حریف میدیم ببینیم حریفمون چه کاری میخواد انجام بده. چراغ سایه میاد. حالا خب پودکم میتونست بیاد و قدرت فرماندهشو استفاده میکنه. من اول الوامو میزنم ببینم کارت بهتری به من میده. آینه باران داد. خب آینه باران قطعا میرم. خب آینه بارانمو میرم، شنبادمو میرم که چراغ سایه‌شو حذف کنم و الوای دومم هم میرم و فرماندهشو میزنم. خب حریفمون 5 تا انرژی داره، میتونه پتک بیاد. قفس گرگ میاد. گرگ نمیتونه بیاد، توس هم نمیتونه بیاد، ولی فرماندهمو که میتونه بزنه. میبینید شکارچی. خب من ضحاکمو میتونم برم اینجا الان. خب و کارت خوبیه اینجا چون دیگه کارت بهتر از این ندارم. خب حریفمون احتمالا رستم بیاد و نوبت بعدش هم پنجه شاه بیاد و ما کاری نمیتونیم واقعا انجام بدیم. کارمون خیلی سخته. برسام میاد. خب رستم نداشت. هایک میاد. خب هایک هم کارت خوبیه و برسامش هم میبینید فرمانده همو میزنه. دلیلی که من برسامو حذف میکنم همین یکیش همینی که میبینید فرمانده تقریبا میشه گفت همه رو فرمانده همو زد. و تقریبا میشه گفت ما این دست رو واگذار کردیم. من چراغ سایه و کومال میرم قطعا. خب چراغ سایه همو میرم، کومال همو میرم روی برسامش. خب دوستان ببینید من اگه ضحاکمو بزنم روی کارت حریف در هر صورت نوبت بعد چون نمیتونم بکشمش منو میتونه با هم قدرت فرمانده که تو 2 نوبت میزنه حذفم کنه. بنابراین فرماندهش رو میزنم که یه شانسی شایدی برای پیروز شدن جلوش داشته باشم. میدونی چون در هر صورت خب پتک میاد، یه دونه کماندار جوان هم داشته باشه میشه گفت منو میزنه. احضار میاد. خب احتمالا رستم یا پنجه شاهو داده بهش و ما کاری نمیتونیم از پیش ببریم. دلیلش چی بود؟ دلیلش دقیقا همون سنجاقک اول بازی بود. شما خودتون هم دیدید سنجاقکی که این به این شکل میده واقعا کاریش نمیتونید کنید. شما 2 تا وسوسه گر بده بهش شما کارتون تمامه. احتمالاً پنجه شاه رستم میاد. خب این بازی رو ما میبازیم، کاری هم نمیتونستیم انجام بدیم واقعا. کماندار جوان میاد، پنجه شاه میاد، رستم میاد. خب نمیشد کاری کرد. خب الان یکی از دلایلی که سنجاقک باید ضعیف شه همینی که الان دیدید. اصلا کاری هم به این ترکیبی که با وسوسه گر داره ندارم و
دوباره با پشن رفتم. اشتباه کردم، عجله کردم. خب نباید دوباره با پشن می اومدم، حواسم نبود، طبق عادت دستم خورد. خب من این کارتا رو حذف میکنم. شیبا و پاتک البته جلوی وایف به دردم میخوره، نگه میدارم. کومالم خوب کارت خوبیه. خب دوستان من نمیخواستم با پشم بیام، دستم خورد، ولی خب اشکال نداره، ما یه دست دیگه با پشم بازی میکنیم. خب این دوستم 2100 تا بازی داره و 73 درصد دست پیروزی خیلی خوبی داره. قدرت ارتشش هم کامله، همه کارتا رو داره. خب چقدر من اینجا کومالمو میرم، چون کاری نمیتونم کنم این یکی کارو. احتمالا میخواست اون کارت جدید رو بیاد، کارت قرمز جدید رو میخواست بیاد احتمالا. من آپپمو میرم تو انرژی 4، ببینیم حریفمون چه کارتی میاد. شبرو میاد. خب من آینه باران میرم و شنبادمو میرم، شبروشو حذف میکنم. دوست دارم زودتر این دست رو تموم کنیم، چون اصلا حواسم هم نبود. من نمیدونم چرا دوباره با پشم بازی کردم، دوستشم یعنی باید با یه فرمانده دیگه بازی میکردیم ما. خب الان برای چی همچین کاری کرد حریفمون؟ آینه بارانمون لوکادشو گرفت. ما یه پاتک میزنم، یه نهنگال و میشه گفت کار حریفمون تمومه، کار خاصی نمیتونه انجام بده. نمیدونم برای چی همچین کاری انجام داد. خب ازش هم ممنونیم بابت اینکه زودتر تکلیفو مشخص کرد، چون من گفتم دوست داشتم تو این ویدیو بیشتر با فرماندهای مختلف بازی کنم. الان نکنید تجهیزات چی 3 تا انرژی میخواد، 2 و 2 تا کارت میکشه. به نظر من از احضار 4 تا انرژی که خب جادو هم هست، هیچ کارتی برای شما داخل زمین قرار نمیده و 4 تا کارت میکشه، بهتر هم باشه حتی با این حال که کارت آبیه و اون کارت قرمزه. خب این جور چیزا رو باید بیان، به نظر من احضار رو اشتباه کردن که انرژیشو یه دونه بردن بالا. درست زیاد استفاده میشد، ولی الان دیگه تقریبا میشه گفت یه کارت دد مرده حساب میشه و کسی دیگه احضار استفاده نمیکنه. ببینید الان مثلا آپپ و کومال واقعا کارت قرمز حساب میشن، به نظر من ارزش کارت قرمز بودن رو دارن، ولی اون کارتایی که جدید دادن به نظر من اکثرا اینجوری نیستن. خب حریفمون هم چه وقتی از ما تلف کرد. ببینیم تجهیزاتیمون به ما چی میده، اصلا فرقی هم نمیکنه. خب این بازی رو با پیروزی پشت سر گذاشتیم. بریم بازی بعدی با فرمانده پهلوان که اتفاقا خیلی هم دوست داشتم با این پهلوان بازی کنم به خاطر کارت جدیدش پانتا. یکی از کارتای خوبه به نظر من. پانتا شایدی بشه گفت بین این کارتا با کارتی که برای وایو دادن تو رقابت باشه. کارت جادوگر ولی نه، به پای اینا نمیرسه پانتا، ولی پانتا هم به ما داد. خیلی خوبه. خب نوشدارو رو من حذف میکنم، حجی رو نگه میدارم، گبریا رو پانتا هم نگه میدارم، کارتای خوبی هن. خب دوستمون امیر عباس 3900 بازی داره، 65% دست پیروزیشه، قدرت ارتشش هم قدرت ارتش بالاییه، خوبه. خب من پانتا رو میرم قطعا، کارت جدیده دیگه، ما اومدیم کارت جدید رو تست کنیم. کارت خوبیه واقعا پانتا، شاید بهترین کارت قرمزی که دادن همین کارت پانتا باشه. خب من پانتاهامو میزنم روی قولک حریف و گبریار میرم، امیدوارم گبریار به خودش بده که نداد. چرا؟ چون پانتا بالاخره به خودش قابلیت زده ضربه میده اگه زنده مونه البته. خب هیربوت میاد حریفمون، ببینیم مثل این که میخواد کلی کارت بکشه. خب بله
خب من گزمو میرم برای اینکه این موبد رو حذف کنم، چون دوست ندارم حریفم کارت بکشه اصلا. برای همین حتما این کار رو انجام میدم. با پانتام هم هیربود حریف رو میزنم. امیدوارم پانتا زنده بمونه، دوباره قابلیت ضد ضربه بگیره، من بتونم فرودم رو استفاده کنم. ترکیبم هم نشون ندادم فکر میکنم، درسته؟ آره ترکیب رو فراموش کردم نشون بدم دوستان. ترکیبم بر اساس قابلیت ضد ضربه است. خب چون پانتا هم دارم، دوست دارم که قابلیت ضد ضربه رو شما کامل ببینید. خب من فرود میرم قطعا و یه گالیا میرم و نوبت رو به حریف میدم. هیربودش رو نزدم. البته شاید بهتر بود این کار رو انجام میدادم، ولی خب در هر صورت میتونست واینامنش رو با یه بهبودی کاملا بیاد. تجهیزات چی میاد حریفمون؟ چقدر نکنید مثلا میبینید ترکیبای بازی چقدر فرق کرده. کاهن مثلا دیوسو و الوو تجهیزات چی داره میاد. خب در صورتی درصد برد حریفمون هم بالاست، یعنی حریفمون بازی بلد هست. دلیلش چیه؟ چرا اینجوری داره میشه؟ به خاطر اینه که کارت احضار نرف خیلی بدی خورد و الان مجبورن خیلی از پلیرها همچین کاری انجام بدن، یعنی کارتکشای دیگه بیارن برای جبران اون نبود احضار. خب اینجا من هجیر میرم. حتی اول میخوام قابلیت ضد ضربه‌مو به کارت قویم بدم، این کار رو انجام میدم، بعد هجیر میرم و قدرت فرماندهم رو استفاده میکنم تا هجیرم قوی تر بشه و حذفش برای حریف سخت تر. خب نوبت بعد میتونم مرد آزمایی و قدرت فرماندهم استفاده کنم. چراغ سیاره فعلا نمیرم چون سربارش واقعا رو مخه. خب حریفمون گودرز میاد. گودرز. خب من اینجا مجبورم گز برم رو گودرز حریف و با فرودم گودرز رو بزنم. ایزا آلبرت رو یکم دیر داد، نگهش میدارم برای کارت دیگه حریف، کارت قوی دیگه حریف. خب هجرمون داره کم کم ترسناک میشه. حریفمون باید یه فکری به حالش بکنه. میتونه نگهبان زمان بیاد. تجهیزات چی میاد؟ ببین 2 تا الوا، 2 تا تجهیزاتی و 2 تا دیوسی داره حریفمون. چرا؟ چون کارت کش میخواد. ببینیم هشخان امیدوارم تو آپدیت های دیگه حداقل کارتایی بده که کارت کش بکشن، یعنی کارت بکشن، کارت کش باشن و این وضعیت رو با الوا مثلا تجهیزاتی شاید کارت قوی نباشه. خب 3 تا انرژی 2 ولی خیلی ها من خودم مجبورم این کارت رو ببرم. دیوسو خب کارت خیلی قویه، باید ضعیف شه، یه دونه انرژی میخواد. خب احتمالاً دنبال گودرز دوم میگرده. میبینید این همه، یکی از دلایلی که این همه کارت کشم آورده گودرز. میبینید الان گودرز دومش اومد اینجا. ایزا آلبرت من خودش رو نشون میده. گفتم یه جا به درد میخوره دوباره. خب ایزا آلبرت رو میرم واسه این گودرز و میخوام چراغ سایه‌مو برم. البته نه، قدرت فرماندهمو باید استفاده کنم چون میخوام هجیرم همچنان به رشد خودش ادامه بده. الوای حریف رو میزنم و فرمانده حریف رو هدف قرار میدم. خب فکر نمی کنم حریفمون بتونه کار خاصی انجام بده. مهبود میاد. همیشه با اسم این کارت من مشکل داشتم. خب هجیرمون بالاخره حذف شد. زرست برم احتمال زیاد، همین کارم انجام میدم. زرست میرم و همچنان فرمانده حریف رو میزنم. اگه سافارونا بیاد باز قابلیت مرگ زرست به من اجرا میشه و یه 2 تو زمین دارم و همون کافیه با هشتگ میتونم حریفمو حذفش کنم. نور دولبه میاد رو فرود من و دوستان دیدید پانتا چقدر کارت خوبی بود. یعنی اول بازی ما تقریبا بازی ما رو نگه داشت، تا یه انرژی قشنگ ما رو نگه داشت. به نظر من کارت خیلی قوی هست پانتا.
خب حریفمون تونست خودشو تا حدود زیادی جمع و جور کنه. من میتونم دوباره فرود برم و هشتگ. خیلی دوست دارم شمشیر اتحادامو بده. خب الوامو اول میزنم ببینم چه کارتی به من میده. شاید شمشیر اتحاد داد. همای میده. همای زوده بخوام برم. فرود میرم و یه هشتگ میرم. ببینیم هشتگ ما به چه شکل عمل میکنه. خب خوب زد. فرماندهشو میزنم. هما بهش اشکال نداره بمونه. دوست دارم تحت فشار باشه حریفم. احتمالا سافرونا بیاد. خب هیربود میاد و بهبودی کامل میاد. خب و با قدرت فرماندهش هم فرودم رو حذف میکنه و هما به دومو میاد. خب میتونم سافرونا برم اینجا. میتونم دو تا مردازمایی برم و قدرت فرمانده رو بزنم که فکر میکنم این حالت دوم بهتر باشه. فعلا زوده واسه سافرونا. حریفمون کارت خیلی خاصی نیومده که من بخوام سافرونا بیام. این کارآموزم رو وسط میذارم که اگه هایمیرا اومد مجبور شه کارتی که قدرت ضربه بیشتری رو داره رو بزنه. دوستان یه نکته ای که با پهلوان باید رعایت کنید اینه که خب کارت جدید رو میاد. بانو گشسب. خب دوستان یه نکته ای که من نمیدونستم راجع به بانو گشسب اینه که اگر خب با جادوشون ضربه‌ای دریافت نمیکنه بانو گشسبش خودش چیزیش نمیشه. خب با سافرونا میتونم بانو گشسب رو حذف کنم و اینو بدونید. یه چیزی که راجع به بانو گشسب نمیدونستم اینه که اگه خودشم نکن بعد توضیحاتشو بعد نوشته به ازای ضربه‌ای که دریافت میکند فرمانده خودی رو بهبود میدهد. در صورتی که اگه خودشم ضربه بزنه به یه کارتی خب باز هم فرمانده خودی رو بهبود میده. خب و این چیزیه که اینجا بد نوشتن. خب با شمشیر اتحادم کار حریف تمومه. دنبال همین شمشیر اتحاد بودم. خب این بازی رو با پیروزی پشت سر گذاشتیم. قدرت پانتا رو دیدید تو این بازی. خب بریم. ترکیبی هم که ازش استفاده کردیم این ترکیب بود دوستان. اگه نشونتون ندادم میبینید که بر اساس ضد ضربه از گالیا داریم، پانتا داریم، دو تا گبریار دارم، دو تا فرود دارم و یه دونه حتی جاندار دارم واسه اینکه از قابلیت ضد ضربه بتونم استفاده کنم. کارتای سنگینم تا حدودی گذاشتم که آخر بازی کم نگیریم. سهراب که کارت فوق العاده ایه. یه دونه نوشدارو هم گذاشتم که بعضی جاها نوشدارو خیلی به درد میخوره جوری شکارچی و بقیه فرمانده. خب دوستان دهاکمون هم ببینیم، یعنی فرمانده افسونگرمون رو که ازش از کارت جدید تومیریس استفاده شده. این ترکیبی هم که من چیدم اول میخواستم ترکیب ریز بچینم. خب ترکیبی بچینم که توش کارت اگه اسمش یادم بیاد خیلی خوبه گاودیس. کارت گاودیس باشه و مثلا فرید باشه و خاموش کننده هایی مثلا مرغ بهمن باشه و کارت روح سرگردان. ولی یه تناقض داره اون ترکیب. تناقضش چیه؟ اینی که روح سرگردان شما میاد آمشای شما رو خاموش میکنه و آمشاتون یه جورایی میشه گفت بی اثر میشه، در صورتی که یکی از مهمترین کارتایی که و بهترین کارتایی که تومیریس میتونه بکشه همین آمشاه. آمشا رو میکشه، آمشا دوباره میاد و یه دونه کوتوله هم قرار میده. خب تومیریس میدونی که مشکلش چی بود؟ بهتون ویدیو قبل گفتم کوتوله رو که کوتوله بزرگی که احضار میکنه، کوتوله بزرگ قابلیت شورش اجرا میشه در صورتی که نباید اینجوری باشه و 4 تا ضربه فرماندهتون میخوره. من این کارت رو فقط برای این گذاشتم که ببینیم چه بشه شکلی این کارت عمل میکنه. شاید هم درستش کرده باشن تا الان متوجه شده باشن. بریم ببینیم با این ترکیب ما چه نتیجه‌ای میگیریم. امیدوارم بتونیم از این کارت تومیریس استفاده کنیم. فکر میکنم این آخرین فرمانده باشه که بازی کنم.
فرمانده‌های بعدی رو توی ویدیوی دیگه قرار میدم که شکارچی و جادوگر، جنگجو و کاهن، که کارتای جدید اون فرمانده ها هم شما ببینید. خب میخوریم به پهلوان. دبران هم هست فرماندهش. نفر اولیم. خب خیلی خوبه. گرگون رو حذف میکنم، جانکش رو حذف میکنم، جنگجو تو قولک رو نگه میدارم. ببینیم چقدر بد کارت داد بهمون. خب جنگجوی تویی رو میرم. نفر اولیم خدا رو شکر. حریفمون 3400 تا بازی داره، 68 از دست بیرونش هم خیلی خوبه، ولی قدرت دستش پایینه. احتمالاً بیشتر از کارتای ریز استفاده میکنه. خب گالیا میاد. احتمالاً این دوستمون هم اومده کارت جدید رو امتحان کنه. خب قدرت فرمانده افسونگر الان طلا حساب میشه. چرا؟ چون کارکش انقدر وضعیتش خراب شده. خب زروان میده بهمون. زروان با این حال که انرژی زیاد شده به نظر من همچنان کارت خیلی خوبیه، چون کارتو از حریف میدوزه و میشه گفت شاید کارت کاربردی و کلیدی مثل شمشیر اتحادو بیاره. احضار میاره. خب احضار هم کارت خوبیه برای ما در حال حاضر. البته در کل کارت خوبی نیست. خب این حریفمون نباید احضار استفاده کنه به نظر من. خب من چراغ سایه رو میرم، چون نیاز دارم که تو زمین یه چیزی داشته باشم در برابر این کوهاش. و با زربانم هم فرمانده حریف رو میزنم. خب اونم چراغ سایه میاد. حریفمونم احتمالاً احضار برم. 200 میاد. خب دیگه احضار رو نمیرم، استفاده نمیکنم از احضار. به جاش یه قولک میرم. آمشا میرم. آمشا رو اولین فرصتی که میتونید از آمشا استفاده کنید، چون پوچ دارم فعلا کاری انجام نمیدم. خب خواستم برای پوچ آماده بشن کارتاش. خب گالیا میاد و قدرت فرماندهش استفاده میکنه. با کارتاش هم فرمانده منو میزنه. پوچمون رو قطعا استفاده میکنیم و قولکمون هم داخل زمین قرار میدیم. با آمشمون هم فرمانده حریف رو میزنیم. من مشکلی نداشتم با اینکه فرمانده ما بزنه، چون میتونستم زال برم، اهرام برم و جادو ممنوع 1 بزنم و زمین رو یه جورایی برگردونم. ولی خب فعلا زود بود واسه این کار، چون یه دونه زال بیشتر نداشتم. فیکاترون رو دلیلی که آوردم این بود که آمشا معمولا میمونه همیشه. حتی یه دونه کولاد هم آوردم، چون رو آمشا 2 تا آمشا میبرم، حساب باز کردم روش. امیدوارم کارت جدید رو بده، خیلی دوست دارم امتحانش کنم. نسوش میده بهم. فرود میاد. شاروک میتونم برم. هیدرا میرم. خب نسوش میرم روی آمشام و کارت حریف رو من حذف میکنم. یه برمایه هم میرم. خب ببینیم حریفمون چه کارتی میاد. اهران الان میتونه گزینه خوبی باشه، چون اهرمن دارم 2 تا تو زمین. اهرام با اینکه ضعیف شده به نظر من همچنان کارت خوبیه. الان با کارت قرمزای جدید مقایسه کنید متوجه میشید که کارت خیلی بدی هم نیست اهران. ببینیم حریفمون چه کاری انجام میده. امیدوارم زودتر بازی کنه. من نمیدونم چرا به حریفایی میخورم که خیلی هم کند بازی میکنن. ویدیوهای من طولانی میشه. من دوست ندارم ویدیو طولانی بشه، حوصله سربر بشه برای دوستان. دوست دارم هر چه زودتر. برای همین بعضی وقتا هم که من سوتی میدم، خب من تو بازی که بخوام خودم انجام بدم، خب کوش میاد. کوشش آمشو منو میگیره. از بدشانسی حریفمون بود. گبریار میاد و قدرت فرماندهش استفاده میکنه. خب چون من از شمشیر اتحاد حریفم دارم کم کم میترسم، خب اهرانمو میرم. میتونم سیکاترونم برم، خب ولی اهرام میرم اینجا که میخوام، چون جانکش هم میخوام استفاده کنم.
فرمانده حریف رو میزنم. احتمال داره البته سافرونو نمیتونه بیاد. خب ببینیم حریفمون اهران هم زد. پوک خورشید میاد. خب و گز میاد، احتمال اهران رو بزنه. خودشو زد. خب دوستان امیدوارم از تماشای این ویدیو لذت برده باشین. ما بقیه فرمانده ها رو تو ویدیوی بعد بازی میکنم. فقط با پشن باختیم، اونم از شکارچی که خب خودتون دیدید به چه شکلی بهش کارت داد. در صورتی که پشن من بهترین دک من اومد. دیدید بازی بعدش دستم خورد و دوباره پشن رفتم و بازی رو بردیم. با این با 4 تا فرمانده بازی کردیم. با 4 تا فرمانده دیگه هم تو ویدیوی بعدی بازی میکنم. امیدوارم همه شما از این ویدیو لذت برده باشین. کارت‌های جدید رو تا حدودی تاثیراتش رو دیده باشید. هرچند من نتونستم آخر با افسونگر ببینم این کارت جدید رو، حریفمون تسلیم داد، ولی با فرمانده‌های دیگه حتما تست میکنیم. حال دلتون خوب باشه. امیدوارم همیشه شاد و خندان باشین. ویدیوهای ما رو حتما لایک کنین، سابسکرایب چنل یادتون نره. دوستان ویدیوی بعدی رو هم به زودی قرار میدم.